سلام، شما خوبین؟ در گیلان بمبئی خانم حمیده آلوده با تحریش دخترکشش که تازه از کلاس آموزش رانندگی برگشته با چوب توالت واکوم پای لگن بعد از اینکه سکادرات کرد به کمک بچه سگش با موادی اعم از اتل متل توتوله زرم و لزن تو لوله بلا نسبت سگ توله پیپی خر کوتوله خمیر و وادرات سارداد میکنه برای زانزانش. رمزون بلرزون زانزان حمیده آلوده با یه تیکه از چادر برزنت نیسان عمش که وسط شبی بغل متکلوله یه گیف کافرکش درست کرده و با کاسه کنترل از راه دور خمیرای حمیده آلوده رو میچپونه لاش که همون گاوه بخوره یه جور ورم میکنه که انگار با تلمبه بادش کرده. در هرمله بعد با برزنت نیسان عمش حجاب خمیر رو که رعایت کرد توی روغنی که هفته یه بار از زیر پیس کارتر 405 خالش مایتابش رو پر میکنه با تقلید از الگوی وای 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 یه گونی دقت توی روغن 405 انگار داره تابلو مونالیزا رو خلق میکنه. هر وقت روغن مثل شاش خر کف کرد باید دخم زولبیا خانواده رو بگیره و دمروش کنه. وای رمضان میدانی چیزه؟ میمانی ترتیزه. با گربردوندن زولبیا خانواده اونو توی آبگند غیر خوراکی فرو میکنه که هر کسی نیم سانت از این زولبیا رو بخوره زخم پای دیابتیش میگیره و باید تا گردنشو قطع کنن. رمیزون پمپ بنزین نمیره چون باکی نداره کسی رو با این ظروف ضد زنگ لازمش بکشه. وای پوریا چند وقت فوش ندادی بچه ها صداشون در اومده. رو جفت چشام لا خاش بری بمبئی، سگ بخورد بمبئی، گل به سرت بمبئی، پاره بش بمبئی.